یکی از ساده ترین و لذیذ ترین غذاهای گیلانی میرزا قاسمیه که اکثرا دوست دارن. بریم با هم درستش کنیم. شکم بادمجون رو برش ایجاد کنیم که داخلش هم به راحتی بپزه. روی گاز یا روی منقل و زغال کبابیش کنید هر جور که مایلید و در دسترسه. بادمجونا رو که روی هم قرار دادین پوستش نرم میشه و به راحتی جدا میشه. عزیزان، با سابسکرایب و فالو کردن کانال خودتون رو حمایت بکنید و آموزش ها رو دنبال کنید. بادمجونا رو میتونید به این صورت با گوشتکوب بکوبین یا اینکه ساتوری کنید هر جور که دوست دارین. سیر رو با مقداری روغن تفتش میدین که کمی سرخ بشه. مواظب باشین که نسوزه. همینجا باید زردچوبه رو اضافه کنین که من فراموش کردم، بین کار اضافه کردم. به این صورت که طلایی شد 1 عدد یا 2 عدد تخم مرغ رو هم بزنید. اجازه بدید ببنده و تکه تکه بشه. تخم مرغ رو کنار بزنین و گوجه هایی رو که پوره کردیم با دستگاه خردکن یا رنده اضافه کنید. اجازه بدین تفت بخوره، از خامی در بیاد و رنگ باز کنه. حالا بادمجونای کبابی رو بهش اضافه کنید و مخلوط. نمک و فلفل هم اضافه کنید به مقدار کافی. حالا زردچوبه‌ای رو که من فراموش کردم یه مقدار میرزا قاسمی رو کنار میدم، تفتش میدم و مخلوط میکنم. درش رو میبندیم که هم بپزه هم سرخ بشه. حدود 45 دقیقه زمان میبره. بعد از اینکه کاملا جا افتاد میرزا قاسمی، برای تزیینش میتونید یه دونه تخم مرغ رو با روغن داخل مایتابه به این صورت بپزه هم بزنید تکه تکه بشه. میخواین رنگش خوش رنگ تر بشه میتونید کمی زردچوبه هم اضافه کنید. حالا تو هر ظرفی که میخواین سرو کنین تخم مرغ رو به این شکل روی میرزا قاسمی ها بدین. اینم از میرزا قاسمی خوشمزه و جا افتادمون. نوش جان، حتما امتحانش کنید.